اسم من آرمینه. 2 ساله توی یه مدرسه شبانه روزی درس میخونم. یه مدرسه قدیمی وسط یه شهر کوچیک که حتی اسمش هم کمتر کسی شنیده. ساختمونش از بیرون قشنگه، ولی از نزدیک بوی نم و رنگ پوسیده میده. سقف بعضی از راهرو ترک خورد و شبا صدای عجیبی ازش میاد. ما 3 نفر توی اتاق تو خوابگاه هستیم. من، نیما و پارسا. نیما همیشه شوخ‌طبع بود و سعی میکرد جو ترسناک مدرسه رو با خنده خنثی کنه. ولی پارسا برعکسش بود. ساکت بود و شبا تا دیر وقت بیدار میموند و کتاب میخوند. ولی چیزی که از همون روز اول توجهمو جلب میکرد سرایدار مدرسه بود. یه مرد پیر با ریش خاکستری که اسمش رو هیچ کسی درست نمیدونست. بچه‌ها بهش میگفتن آقا نادر. همیشه شبا بعد از ساعت خاموشی صدای قدماش روی راهرو میپیچید. میگفتن کلید همه جا رو داره، حتی اتاقایی که سالهاست بسته است. یه شب اوایل آذر ماه بود. برق کل مدرسه برای اولین بار قطع شد. نور اضطراری فقط تا طبقه پایین روشن میکرد. طبقه بالای ما کاملا تاریک شده بود. ولی چون امتحان داشتیم، من و نیما بیدار موندیم تا درس بخونیم. پارسا زودتر از ما خوابش برده بود. صدای تق تق آروم از بیرون در اومد. اول فکر کردم صدای باد باشه، ولی بعد دوباره تکرار شد. رفتم در رو باز کردم. هیچی نبود، فقط تاریکی و ته راهرو یه سایه باریک که به نظرم تکون خورد. گفتم آقا نادر شمایید؟ جوابی نیامد. برگشتم تو، ولی به خاطرش تمرکزم به هم ریخت. حس می‌کردم یکی داره از پشت در نگاهم میکنه. نیما گفت بی خیالش شو. اون همیشه نصف شب دور میزنه. لابد میخواست ببینه بیداریم یا نه. ولی اون شب طولانی تر از همیشه گذشت. هر چند دقیقه یه بار صدای کلید یا زنجیر از راهرو میومد. فرداش صبح وقتی برای صبحونه رفتیم، چند نفر از بچه‌ها گفتن شب از خواب بیدار شدن چون کسی جلوی در اتاقشون وایساده بود. یکشون حتی گفت دیده یه سایه از سر راهرو رفته توی اتاق بایگانی. اون اتاق سالاس قفل شده، ولی صدای قفلش رو شنیده بودن. از همون روز یه جور بیقراری بینمون افتاد. من تصمیم گرفتم شب بعد دنبالش برم. نیما خندید و گفت دیوونه ای؟ ولی پارسا فقط گفت اگه خواستی بری منم میام. شب بعد حدود ساعت 2 از خواب بیدار شدم. نیما خواب بود. پارسا روی تختش نشسته بود و کتاب میخوند. با اشاره گفتم بریم. در رو یواش باز کردیم و از اتاق زدیم بیرون. سکوت مطلق بود. فقط صدای چکه آب از سر راهرو میومد. هم که به راه پله رسیدیم، صدای جیرجیر در فلزی از پایین بلند شد. نور کمرنگ چراغ اضطراری نشون داد که کسی از سالن پایین داره میاد بالا. سایش روی دیوار افتاده بود. پارسا زیر لب گفت خودشه. چند ثانیه بعد آقا نادر از تاریکی بیرون اومد. ولی یه چیزی تو راه رفتنش عجیب بود. پاشنه پاشو روی زمین نمیذاشت. بیشتر انگار داشت میلغزید. یه فانوس نفتی قدیمی دستش بود. همونطور که نورش میلرزید دیدم چشماش برق نمیزد. مات بودن، مثل شیشه های مات پنجره. میخواستیم برگردیم اتاق، ولی با خاطرش دیگه دیر شده بود. نور فانوس به ما افتاد. اون مستقیم نگامون کرد. لبخندی زد که لباش تکون نخورد. فقط پوست صورتش کشیده شد. با صدای خیلی آرومی گفت چرا هنوز بیدارین؟ گلوم خوش شد. گفتم صدا شنیدیم، اومدیم ببینیم کسی اینجاست یا نه. سرشو تکون داد و گفت شب وقت آدمای معمولی نیست، برید بخوابید. همون موقع از کنارمون رد شد، ولی وقتی رد می شد یه بوی عجیبی حس کردم. بوی موی سوخته و نفت. به خاطرش حس کردم پوست تنم مورمور شد. وقتی رفت پارسا گفت دقت کردی پارچه رد نمیذاشت؟ به پایین نگاه کردم. درست میگفت. گرد و خاک کف راهرو تمیز بود، ولی رد پایی ازش نبود. برگشتم اتاق، ولی خوابم نبرد. تا صبح فقط به سقف نگاه میکردم. صبح نیما گفت دیشب خواب دیده یه نفر با فانوس وارد اتاق شده. کنار تخت ما وایساده و چند دقیقه فقط نگاهمون کرده. به خاطرش تصمیم گرفتم دیگه چیزی بهش نگم. چند روز بعد برق دوباره قطع شد، ولی این بار یه چیزی فرق داشت. صدای یه خنده از طبقه پایین می اومد. نه خنده بلند، یه خنده خشخش دار، مثل نفس یه پیرمرد. با پارسا رفتیم یه سرکی بکشیم. راهروی طبقه پایین تاریک بود، ولی از زیر در اتاق بایگانی یه نور نارنجی میزد بیرون.
گفتم اونجا قفله؟ پارسا گفت باید قفل باشه. رفتیم نزدیک. نور کم کم خاموش شد. خواستم برگردیم ولی یه صدای زمزمه از پشت در شنیدیم. آرمین. یخ کردم. به خاطرش ناخودآگاه دستم رفت روی دستگیره. پارسا گفت نکن، ولی دیگه دیر شده بود. در با یه صدای خشک باز شد. داخل اتاق بایگانی پر از کاغذ و وسایل قدیمی بود. هواش سرد بود و بوی خاک و نفت میداد. وسط اتاق روی میز فلزی فانوس آقا نادر روشن بود ولی خودش نبود. یه دفترچه سیاه کنار فانوس بود. ورق زدمش. پر از اسم بود. اسم دانش آموزایی که سالها پیش اونجا بودن. ولی کنار بعضی از اسما یه علامت ضرب در بود. صفحه آخر خالی بود. جز 3 اسم تازه: آرمین، پارسا و نیما. دستام لرزید. همون موقع صدای پا از پشت سرمون اومد. برگشتیم. آقا نادر اونجا بود. نور فانوس روی صورتش افتاد. پوستش جمع شده بود ولی زیرش چیزی تکون می‌خورد. لبخند زد و گفت بالاخره وقتش رسید. پارسا داد زد و فرار کرد بیرون ولی در پشت سرش بسته شد. من موندم و اون. گفت تو زیادی کنجکاوی، بیشتر از بقیه. رفتم عقب ولی خوردم به دیوار. نفس کشیدن سخت بود. با خاطرش به زحمت گفتم شما چی هستین؟ اون جلو اومد. نور فانوس لرزید. یه لحظه دیدم پوست صورتش ترک خورد و زیرش چیزی سیاه و براق بود، مثل یه چوب سوخته. صداش بم شد. من اینجام. از وقتی این مدرسه ساخته شد من نگهبان سکوتشم. هر کس شب سکوتو بشکنه باید جاشو بگیره. چرا خاموش شد؟ فقط صدای نفسش بود. حس کردم دست سردی گلومو گرفت. سعی کردم فریاد بزنم ولی صدام در نمی اومد. ولی یه دفعه همه چی تاریک شد. وقتی چشمو باز کردم صبح شده بود. رو تخت خودم بودم. نیما و پارسا بیدار بودن. نیما گفت دیشب بد خوابیدی، هی ناله میکردی. خواستم چیزی بگم ولی وقتی بلند شدم روی میز کنار تختم یه فانوس نفتی بود. همون فانوسی که تو اتاق بایگانی دیدم. رفتم پایین دنبال آقا نادر ولی همه گفتن 2 شب کسی اونو ندیده. مدیر گفت چند روزیه که رفته مرخصی. ولی عجیب تر از اون این بود که هیچ کس نمی‌دونست دقیقاً کی استخدام شده. شب بعد وقتی بقیه خواب بودن رفتم سمت انباری تا فانوسو برگردونم ولی وسط راه صدا شنیدم. صدای کلیدهایی که توی تاریکی تکون می‌خوردن. همطور که عقب رفتم یه نفر از سایه بیرون اومد. مردی با ریش خاکستری. همون فانوس دستش بود ولی من فانوس خودم توی دستم گرفته بودم. نور 2 فانوس که بهم خورد اون فقط لبخند زد و گفت میدونی فرق من و تو چیه؟ هیچی نگفتم. لبخندش عمیق‌تر شد. اون گفت تو دیشب جای منو گرفتی. هم لحظه حس کردم زمین زیر پام خالی شد. نور فانوسم خاموش شد. وقتی بیدار شدم صبح بود ولی این بار پشت در اتاق خوابگاه وایساده بودم با دست کلیدی که توی دستم بود. بچه‌ها داشتن بیدار می‌شدن و صدای خنده‌شون میومد. تو آینه کنار راهرو یه نگاه به خودم انداختم. موام سفید شده بود. از اون شب به بعد هر شب ساعت 2 ناخودآگاه بلند میشم. کلیدا رو برمی‌دارم و دور خوابگاه قدم میزنم. ولی هیچ وقت یادم نمیاد چرا. فقط میدونم اگه یه شب نرم کسی دیگه جاشو میگیره. از همون شبی که تصمیم گرفتم برم بیرون از مدرسه حس بدی ته دلم افتاد. بارون میبارید و بوی خاک خیس همه جا پیچیده بود. نیما و کاوه خواب بودند. نمیدونم چرا نیمه شب دلم خواست برم سمت حیاط پشتی، جایی که همیشه درش قفله. میخواستم فقط چند دقیقه هوا بخورم ولی با خاطرش کل عمرم عوض شد. ساعت 2:30 شب بود. در پشتی به زور باز شد. لولاش جیر جیر کرد. هوا سرد بود و بخار و نفسم تو تاریکی گم میشد. به محض اینکه پامو بیرون گذاشتم حس کردم کسی از پنجره طبقه دوم داره نگاهم میکنه. نور ضعیف مهتاب افتاد روی شیشه. یه لحظه دیدم کسی اون بالاست یا شاید یه چیزی، ولی گفتم خیالاته چون کسی اون ساعت بیدار نبود. رفتم سمت حیاط و نشستم کنار دیوار. هنوز بارون نم نم می اومد. داشتم سیگار نیما رو از جیبش کش میرفتم که صدای تق از پشت سرم اومد. برگشتم.
یه سنگ کوچیک قل خورد و افتاد کنار پام. کسی اونجا نبود، ولی یه صدای زمزمه از بین درختای پشت دیوار می اومد. خیلی آهسته، انگار یکی داشت اسم منو میگفت. امیر. با قدرش مو به تنم سیخ شد. گفتم کیه؟ جوابی نیامد، فقط باد لای شاخه‌ها میپیچید. خواستم برگردم توی مدرسه، ولی یه دفعه نور چراغ طبقه بالا روشن شد. همون پنجره که اس کرده بودم یکی ازش داره نگاهم میکنه. پرده رفت کنار. یه سایه اونجا بود، چیزی شبیه یه آدم، ولی سرش یه جور خم خاص داشت، انگار گردنش شکسته بود. بعد چند ثانیه دیدمش و بعد چراغ خاموش شد. دویدم سمت در، ولی قفل شده بود. قسم میخورم خودم بازش کرده بودم. هرچی کشیدم باز نشد. صدای قدمای از سمت دیوار داشت میومد. یه پیرزن اونجا وایستاده بود، با لباس بلند و خیس، موهاش آویزون و چشاش خیره به من. نفس تو سینم حبس شد. گفتم خانم شما اینجا چیکار میکنید؟ لبخند زد، ولی لبخندش تا گوشاش کشیده شد و گفت تو نباید بیرون میومدی. صداش مثل خشخش برگ خشک بود. خواستم داد بزنم، ولی صدام در نیامد. با خاطرش دویدم سمت ساختمون. از دیوار بالا رفتم و از پنجره سرویس تونستم برم تو. همونطور که از لبه پنجره پردم داخل، از گوشه چشم دیدم پیرزن هنوز اونجاست، ولی تنها نبود. یه سایه دیگه کنارش وایساده بود، بلندتر، و انگار بدنش خمیده تر از یه انسان عادی بود. رفتم سمت اتاقمون. نیما هنوز خواب بود. کاوم همونطور که بود داشت خور و پف میکرد. نشستم رو تخت و تا صبح چشامو نبستم. صبح وقتی همه بیدار شدن رفتم به سردار گفتم یه پیرزن دیشب تو حیاط بود. اون با تعجب نگام کرد و گفت حیاط پشتی؟ اونجا که 30 سال بسته است پسر. هیچ کس از اون در رد نشده. خواستم بگم در باز بود، ولی وقتی رفتم نشونش بدم دیدم در با زنجیر قفل شد و حتی زنگ زده بود. از اون شب به بعد هر بار که از پنجره اتاقم بیرون نگاه میکنم حس میکنم یکی اون پایین وایساده، همون پیرزن با اون لبخند بلندش. وربار باد میزنه به شیشه، صدای زمزمش میاد. امیر هنوز وقتش نرسیده. ولی من میدونم که شب بالاخره درو باز میکنه و میاد دنبالم.